Assalomu alaykum do'ston va hamzabonlar aziz. Do'stoni aziz, در این ویدیو میخوام یک چند مصلحت‌های مهم میدم برای شخصانی که به ترکیه رفتن می‌رن. مصلحت یکم من چنین است. فرمان را به ترکیه می‌روید، به روسیه می‌روید، عموما به دولت خارجه که می‌روید، پاسپورت خود را دائم با خود گیرید. دائم با خود گرفته گردید و اصلا به کسی پاسپورت خود را ندهید. فرق ندارد برای کار تامین کردن است، برای خانه تامین کردن است. چیزی که نباشد پاسپورت خود را به کسی ندهید و در این مسئله به کسی باور نکنید. دوستان عزیز، این ویدیو این مصلحت بیشتر به زنان و دختران تعلق دارد، زیرا نسبت مردان زنان آسان‌تر فریفته می‌شوند و بسیار شکایت‌ها شده است که مثلا دختر را برد، پاسپورتش را گرفت، این خیلی کار کرد، اون خیلی کار کرد، با کارهای نامعقول مجبور کرد. اصلا پاسپورت خود را به کسی ندهید. دوستان عزیز، وقتی که به ترکیه می‌روید، مثلا دوم من چنین است که پیش از رفتن خواهش و لطفاً زبانش را یاد گیرید، کمی هم باشد یاد گیرید وگرنه زودتر فریفته می‌شود. مثلا شاید کسی از شما با رفیقش، با خویش تابرش، با کسی نباشد، با شخصی تکیه نموده رفته است با دیگر دولت، زبانش را خودش نمی‌داند. شاید درست می‌روید، یک ماه دو ماه با کار تامین می‌کند، اما گفته نمی‌شود، مابادا گپ‌های شما می‌گریزد، در بین جمع می‌شوید یا یکم ناخوشی می‌شوید و شما از او جدا می‌شوید. بعد کجا می‌روید؟ زبان را نمی‌دانید، چقدر با خود کار می‌آورید، چقدر خود را با کار تامین می‌کنید. دوستان عزیز، خواهش می‌کنم که زبان را یاد گیرید. از سبب نداشتن زبان شما را می‌توانند در هر جای فریب بیارند. دوستان عزیز، مصلحت دیگری من، یعنی مصلحت سوم من چنین است که وقتی که به ایرپورت می‌روید، مخصوصا ایرپورت ترکیه، اصلا از ایرپورت چیز خریداری نکنید. تا امکانش هست اصلا خریداری نکنید. مثلا من باری از ایرپورت انتالیا تشنه بودم، خواستم که از اونجا آب خریداری کنم، آبی عادی که نیم لیتر. دوستان عزیز، آن آب نرخش 4 لیره بود، 4 لیره. ولی وقتی که تشنه بودم مجبور شدم که آب خریداری کنم. از ایرپورت انتالیا یک بخلشکه آب رو، نیم لیتر آب رو با نرخ $3 خریداری کردم. برای همینم تا حد امکان پیشنهاد می‌دهم که از ایرپورت‌ها هیچ چیز خریداری نکنید. سببش آن است که مبلغ زیادتی سر می‌برد. البته اگر مبلغ زیادتی داشته باشید، به شما صرف نمودن شوق ندهد. اگر خرج نمودن رو دوست دارید، مرحمت چیز می‌خواستگیتون رو می‌توانید از ایرپورت‌ها گیرید. البته در اونجا همه چیز یافت شدنش ممکن. مخصوصا از ایرپورت‌ها وقتی که باری اول می‌روید سیم کارت نگیرید. وضعیتتون چطور هم باشد سیم کارت نگیرید. حرکت کنید که بیرون از ایرپورت به یگان شهر و دیگر جایش رفته از دیگر جای سیم کارت بگیرید. سببش آن است که من باری اول وقتی که به ترکیه رفتم، سیم کارتی که نرخش 400 لیره یا 500 لیره می‌ایستاد، من از ایرپورت به نرخ 900 لیره خریده بودم. 900 لیره همون هم 25 گیگا اینترنت داشت برای یک ماه. این سیم کارت درستی می‌باشد. البته اگر که من از دیگر جای خریداری می‌کردم 500 لیره زیادتی صرف نمی‌کردم. 500 لیره رو شاید که شکم روسیه می‌کردم که یکم دوستم می‌خریدم. دوستان عزیز، به این چیزهای اعتبار دهید. دوستان عزیز، شخصانی که باری اول به ترکیه می‌روند، اعتبار دهید که در ایرپورت‌ها آدمان به نزد شما می‌آیند. مثلا در ایرپورت یا در وокзал‌هایش، در وокзال اتوبوس‌ها آدمان می‌شود که به نزد شما می‌آیند و شما کمک پیشنهاد می‌کنند، می‌گویند که باری تو رو من تا اینجا می‌برم، اینطور اونطور. البته باری اول است، نمی‌دانید، فکر می‌کنید که این رو
бепул анҷом медиҳад, вале меравед то ҷои лозима бори шумо мебарад. Албатта ки шояд 5 метр дуртар мебарад, аммо аз шумо маблағ талаб мекунад. Ман худам шоҳиди ҳамин вазъият шудам. Ман фикр кардам ки бепул мебарад, аммо баъдаш аз ман 20 лира талаб кард. бо ӯ ҷанҷол кардам, вале вақт меравад. дӯстони азиз, ба ин чизҳо эътибор диҳед. умуман дӯстони азиз, хоҳиш ки забонро ёд гиред. боз як бори дигар мегӯям ки забонро ёд гиред ва худатон хеле осон ва қулай мешавад. ба хориҷа рафтан, махсусан ба Туркия рафтан, забони туркиро ёд гиред. вақте ки ният доред ки ба он ҷо равед, кор кунед ва ё сайру сайёҳат кунед, забонро ёд гиред. каме ҳам бошад, ҳамон суханҳое ки суханҳои рӯзмарраанд, ҳамонҳоро ҳадди аққал ёд гиред. дӯстони азиз, умедворам ки ин маслиҳатҳои ман ба касе зарраре ҳам бошад фоидааш мерасад. шояд ки нафарро аз чизе огоҳ менамоем. умедворам ки фоидааш мерасад. дӯстони азиз, худатонро эҳтиёт кунед, эҳтиёт шавед. бароматон ба худо. иншоалло дар видеои оянда боз мебинем.